کسی سوال کرد که در روز کسی خوابید، یک از برادرایی که روزه داره، خواهرایی که روزه داره، در ماه مبارک رمضان خوابیده، بعد از خواب بیدار شد که احتلامی شده. منظور ما میفهمید؟ احتلامی شده یعنی شیطانی شده، یعنی منی خارج شده، لباسش ترس شده. این روزش خراب شده نشده، یعنی مفسد لصوم شده هست یا نیست؟ یعنی روزش فاسد میکنه یا نمیکنه؟ روزه رو فاسد نمیکنه. یعنی اینی مسلمانی که در روز خوابید، از خواب بیدار شد که شیطانی شده، احتلامی شده، رفته غسل بگیره، در روزش هیچ صدمه وارد نشده، روزه در جای خودش است، حتی گناهگار هم نشده، به خاطر که این در اختیارش نیست، دیگه بدون اختیار آمده. این مطلب گرفتین؟ کسی همراه نامزاد خود صحبت میکرد، در پشت گوشی انزال شد. منظور من رو میگیرین؟ یه هم سوال میشه، زیادی سوال می چند روز از من زیاد شده. صحبت میکرد به همراه همون نامزادش، در پشت گوشی یک بار انزال شد، شهوتش زیادتر بود، انزال شد. غسل سرش واجب میشه یا نمیشه؟ غسل خب واجب میشه که انزال شده دیگه، غسل واجب میشه، انزال شده، ولی روزش فاسد نمیشه. مطلب میگیرین؟ روزه فاسد نمیشه. و اگر اینمی مسلمان زن خود را بوسه کرد، با بوسه همسرش انزال شد، روزش فاسد شده. خب دقت کنید، اگر صحبت کرد به همراه زن خودش، به همراه نامزاد خودش، انزال شد یعنی منی بیرون شد، غسل واجب شده، در روزه صدمه وارد نشده. و اگر همسر خود را بوسه کرد، به بوسه همسر انزال شد، روزش فاسد شده، یک روز قضا داره، گناهش هم که خیلی زیاد است. یعنی تا قیامت اگر دیگه روزه بگیره که ثواب هم یک روزه الله برش بده نمیته برش. مطلب انشاءالله گرفتین؟ استمناییت یا به اصطلاح دیگر خود ارضایی، یا به اصطلاح دیگر کفزنی، یا به اصطلاح ساده ترش عفو میخوایم، هم ناگزیر هستم که برای شما بگویم، جلق، که جوانایی را که دیشان عادت دارن. اولی که حرام است، با فتواهای فیسبوکی شما فرفته نشوین که فلانی گفته و فلانی گفته و فلانی. یه حرام است، صفت یک مسلمان نیست. این مسلمان باید همین کارا بکنه، خودش مسلمان باشه باید همین کارا بکنه. همین یک بیاندیشه، یک مسلمانی که نمازم میخوانه، یک مسلمانی که قرآن هم تلاوت میکنه، باز چی کار باید انجام بده؟ یک مسلمانی که با دست خود قرآن میگیره، یک مسلمان که با دست خود غذا میخوره، با دست خود با یک عالم دست میته، با پیر خود دست میته، یعنی مناسب است که با همین دست باید این کار انجام بده. بعد استمناییت، دو آیه در قرآن داریم، یکی در سوره المؤمنون است، یکی در سوره معارج است. الله جل مجدو میگه والذین هم لفروجهم حافظون، بندگان مؤمن همی است که فرجای خود را حفاظت میکنن، شرمگاه های خود را حفاظت میکنن، الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، مگر به کنیزایشان و زنانشان که اجازه است، شریعت برشان حلال قرار داده. همین دو طریق خاص کرده. تفسیر معرف مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه میگه استمناییت حرام است. روز قیامت بعضی از انسانها را تفسیر معرف میاره مجلد 14 که دستایشان همه تو شکم میکنه. اینا کیا هستن؟ اینا همون کسایی هستن که در دنیا خود ارضایی کردن، استمنا کردن. بران استمنا حرام است. مشکلات طبیش هم که واویلا است. یک کتاب داریم حکمت التشریع و فلسفه، دکتر علی جرجاوی است. او در مجلد دوم صفحه 191 میگه ضررهای استمناییت و من خود ارضایی را او بیان میکنه. یکی از ضررهایش همیست که آنقدر تو را ناتوان میکنه، آنقدر تو را استرس دار میکنه، آنقدر جبن بدنت زیاد میکنه که در بین 3 نفر گپ زده نمیتونی. چند دفعه آب گلون قرط بکنی تا یک کلمه گپ بزنی، یک سوال از یک کس کرده نمیتونی، رنگ روی سفید میشه. این جرأت خیلی کم میکنه. 2 حلقه های سیاه زیر چشمت پیدا میشه. 3 دست و پایت لرزه پیدا میکنه، مثل موی سفیدای 90 ساله هم تو میلرزی، لرزه پیدا میشه. 4 استخوانای بدن کلش به درد میشه. 5 سوزش به دست و پایت پیدا میشه. 6 از زن خود لذت نمیبری. زود انزالی که آلی سر صدایش عالم گرفته، زود انزالی میگه ما زود انزال میشیم، زود انزال میشیم. اینی مشکلش است. استمناییت
همین کفزنی یا همین خود ارضایی سبب میشه که انسان زود انزال شود. در کنار همسرش نرفته وقت انزال شده. این مشکلاتی هست که از استمناییت است. خب این حکمش اون طرف جدا گفتم. آمدیم سر روزه. کسی که استمناییت میکنه در ماه مبارک رمضان گناه بسیار عظیم را مرتکب شده و روزش هم فاسد شده. گفتم تا قیامت اگر دیگه روزه بگیره این روزه هم خدا برش نمید ثوابش. بنان استمناییت حرام شده و در ماه مبارک رمضان مفسد روزه است. روزه رو چی میکنه؟ فاسد میکنه. مطلب گرفته شد؟ در ماه مبارک رمضان کسی اکسیژن بدنش کم شد، بردن به شفاخانه، اکسیژن برش دادن. اکسیژن یعنی تنفسش دوباره نرمال میکنه. اما تعادلی که در تنفسش هست همون نرمال میشه. اشکال نداره، مفسد نیست. اکسیژن مفسد نیست. ولی یک کسی نفس تنگی داره، یک قسم دواگه کدام جیبشان از دیدین این هیلر میگوره بازیت یک فش میکنه داخل دهنش. چی میگن شما مره؟ اکسیژن مصنوعی هر چی که میگین. او باز دوا داره. اگر کسی باز او را در داخل دهن خود فشار میده روزش فاسد میشه. اگه کسی او را داخل دهن خود فشار میده چون دوا داره به حلقش میره او روزه را فاسد میکنه. ولی او اکسیژنی که فقط تنها به تو اما تنفس تعادل میبخشه، دوا مخلوط نیست، اما تنفس تعادل میبخشه، او مفسد روزه نیست. ولی اینایی که در جیب هستن که همراه دوا مخلوط هستن نفس تنگی را دور میکنن او مفسد روزه هست. دیگه عزیزای من غوطه خوردن به آب در ماه مبارک رمضان. این سوالا میشه که آب بازی کردن چطور هست؟ داخل آب داخل شدن، سر خود آب انداختن تا گلون خود در آب گرفتن هیچ مشکل نداره، در روزه کدام صدمه وارد نمیشه. ولی آب بازی کردن معمولا کسایی که آب بازی کردن، ما شما اکثر ما آب بازی کردیم میفهمیم که وقتی آب بازی کردن راحت آب در دهن ما تیر میشه. ما متوجه هم نیستیم آب در دهن ما تیر میشه از سوراخ بینی از سوراخ دهن ما. این کار پسندیده نیست. کسی که میگه آب بازی کردن اجازه است مشکل نداره، قلاچک میزنی، او از احتیاط کار نگرفته و هنوز مشکل داره در فهم فقه. بنابراین آب گرفتن یا آب سرد انداختن یا داخل دریا شدن اشکال نداره، ولی آب بازی کردن قلاچک زدن هیچ شک نیست که آب در داخل دهن تیر میشه. و این کسایی که آب بازی کرده کلش میفهمه که گپ میشه. آب در داخل دهن میره، داخل بینی میره. باز یک قطره آب به اندازه یک قطره باران هم که در گلون تیر شد روزت فاسد میشه. فرض بکن تیر شده روزت فاسد شد، تو خوشحال هستی که من روزه گرفتم در حالی که روزه خراب شده. ولی ای که کسی خود آبتنی میکنه، آب به سر خود میاندازه، غسل میکنه به خاطر تبرید بدن، به خاطر سردی بدن، هیچ کدام مشکل نداره. این مطلب ان شاء الله شد. اگر سوال باشه میشنم. سوال بفرمایید. مزمزه در ماه مبارک رمضان اگر کسی جنوب شد وقتی که غسل میکنه غرغره نکنه. چی نکنه؟ فقط دهن خود چخه کنه، غرغره نکنه. بینی خودم استنشاق این آب کش نکنه که از روی دماغ داخل شکمش شه و روزش فاسد میشه. فقط بینی خود را بشویه. استنشاق این آب کش کردن بالا یا غرغره کردن در ماه مبارک رمضان نیست. خوش سلام میگه شما تسبیح گفتین، در اون وقت تسبیح گفتن جواب سلام را بگوین، چون تسبیح گفتن مستحب است، جواب سلام واجب است. کسی به شما سلام داد جواب سلام باید بگوین. خوش زوی دل انما الاعمال بالنیات، اعمال تعلق به نیت داره. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود بعض علی صاحب لا تتبع النظره النظره فان لك الاولى وليست لك الاخره. علی جان نظرت را دنبال نکنه. معنیش است که اگر تو اتفاقا از یک مسیر تیر میشدی یه حجاب نداره او را از این مسیر تیر میشه، نظرت به این خورد امی که خورد استغفر که نظر اولاک نظرت به این خورد امی که خورد استغفر که نظر اولاک نظر اول چیز. گفتم که برادر این خود در دین ما حرام است، سعی نکن به طرف خواهر مسلمانت. گفت که برادر زاکر معنوس نظر اولیم خلاص بشده. یعنی معنیش است که اگر یک دفعه اتفاقا نظرت به خواهر مسلمان افتاد استغفرالله گفته چهره برگردان، یعنی دیگه دوباره نگاهش نکن. بعد به همراهش سلام بگو دیگه کافی است. اگر مشکلی دیگه نداره می سلام گفتن. اگر کسی با یک کسی مشکل داره، مشکل شرعی، سعی کنی کسی هست بیدین است، تو قطع تعلق به او کردی به خاطر بیدینیش، یک فاسد است، بار برش توصیه کردی نشد، شرابی است، تو میترسی که اگه من در کنار ازی باشم مرم شرابی جور میکنه، در کنار ازی باشم مر از مسیر منحرف میکنه از مسیر دین، تو با امرش قطع ارتباط بکن. ولی فقط السلام علیکم کینی تو
بغض تو، دشمنی تو به خاطر خداست، نه به خاطر امور دنیوی که دخترش از من نداد و زمین ما تقسیم نشد و سر همسایگی جنگ کردیم، یک غوری پلو زیادتر از ما برد، سر از این گپا نباشه، فقط به خاطر امور دنیوی.